خادم ملت. بدانند همه که در این عرصه به هیچ عنوان زخم زبونها، تبلیغات ناصواب، سخنان ناصحیح ما را مثل استاد و بزرگمون شهید بهشتی از میدان در نخواهد کرد. در این عرصه بنای مقاومت و ایستادگی برای خدمتگزاری به مردم خواهیم داشت. اگر سردار دلاور ما آقای حاج قاسم سلیمانی در مجاهدت خسته شد، ما هم خسته خواهیم شد.